دلیل ها و معجزه های قرآن. السلام علیکم. شماری سالها و حساب. خدای عزوجل در قرآن کریم سوره اسراء آیت 12 چنین می‌فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. شب و روز را دو نشانه ساختیم، پس نشانه شب را به نور ساختیم و نشانه روز را سبب دیدن چیزها ساختیم تا فضل پروردگار خود را طلب کنید و تا شماری سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کردیم. سوره انعام آیت 96. به نام خدای بخشاینده مهربان. او شکافنده صبح است و شب را آرامگاه گردانید و آفتاب و ماه را برای حساب مقرر کرد. این است تقدیر خدای غالب دانا. این چنین در قرآن کریم در سوره یونس آیت 5 و در سوره رحمان آیت 5 این مسئله ذکر شده است. تقویم گریگوریانی سیستم حسابکنی وقت در اساس چرخزنی زمین در اطراف آفتاب می باشد. دوامناکی میانه سال 365 بتون و از 10,2425 شبانه روز قبول شده است. در حقیقت شاهد آن شدیم که این مسئله 14 عصر پیش حل خود را یافته بوده است.